چه قندی برای اونایی که رژیم دارن خوبه؟ اصلا استویا برای اونایی که دیابت دارن یا اونایی که تو رژیمن گزینه خوبیه؟ اگه بخوام باهاتون صادق باشم باید بهتون بگم که قند کلا برای هیچ کسی خوب نیست، چون اگر از یه مقداری بیشتر استفاده بشه باعث بروز التهاب میشه داخل بدنمون. حالا نوشیدنی قندی هم که دیگه بدتر. اینا سیرمون نمیکنن، هیچ، قندمون هم تازه میبرن بالا. یادتون نره قند کلا اعتیاد آوره. به خاطر همینه که یه سریا نوشیدنیایی مثل نوشابه رو خیلی دوست دارن و کنار گذاشتن براشون خیلی سخته و نمیتونن از سبد غذایشون حذفش کنن. حالا اگه میخواین کنار نوشیدنیتون یه چیز شیرین بخورین، من توصیه میکنم به جای قند شما از توت خشک، خرما یا کشمش استفاده کنین. اینا علاوه بر کلی خواص مفیدی که دارن باعث میشه قند خون شما رو توی سطح استیبلی نگه داره و از افت قند خونای ناگهانی و احساس گرسنگی بعدش جلوگیری کنه. یکی دیگه از این گزینه ها استویاست. استویا چیه؟ یه شیرین کننده طبیعی که یه مقداری کالری داره. چون 5 برابر قند معمولی شیرین میکنه، معمولا توی حجم کم استفاده میشه. دقیقاً به خاطر همین باعث ترشح انسولین نمیشه و این یه پوان مثبته و میتونه جایگزین مناسبی برای قند باشه. اما یادتون نره تحقیقات هنوز در مورد استویا کامل نیست، به خاطر همین توی استفاده ازش نباید زیاده روی کنید. اگه شما هم تجربه استفاده از استویا یا بقیه شیرین کننده ها رو داشتید حتما توی کامنت برامون بنویسید. امیدوارم هر جا هستید تنتون سالم باشه و لبتون خندون.